آیزایا و سایرین می‌دانند که باید هر طور شده جلوی نشستن این مهاجمان را بگیرند. اگر بنشینند و جایگیر شوند تمام برنج‌ها را ظرف 1 ساعت غارت خواهند کرد. چیز دیگری که این محلی ها می‌دانند این است که بخشی از محصول در هر حال از بین خواهد رفت. مهم آن است که ضرر را به حداقل برسانند. فصل برداشت محصول که می‌شود این پرندگان مدام در پروازند، اما مانند هر موجود دیگری این لشکر شکست ناپذیر هم نقطه ضعفی دارد. برای تولید مثل مرغ‌های ملخی باید یک جا بنشینند و باید چسبیده به هم لانه بسازند و این تنها زمانی است که کشاورزان می‌توانند ضربه‌ای به دشمن بزنند. وقتی بیشتر پرندگان به دنبال غذا رفتند، زمان مناسبی برای دام نهادن است. نزدیک غروب پرندگان برمیگردند. Atu, Billy,